салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд, ҳамаи шуморо хайрамақдам ва хушомадед мегӯем ба эфири навбатӣ забони англисӣ дарси 16 аз китоби New Grammar Time. хоб, то омадани бародарон, хоҳарон, донишомӯзон, забономӯзон як овоза бисанҷем. овозора гуфти бародарои афғониҳо ки овозора ҷур кунем. фикр мекунам ки овоз хуб аст, не? агар ягон кас бошад хабар мекунанд. хоб, то бародарон омадан мо китоба кушоем. хоб, дӯстоне ки баъдан видеоро тамошо мекунанд ё ки бори аввал иштирок мекунанд, чӣ гуна ки дар экран мебинанд, don't forget to subscribe my channel, яъне обуна шуданро фаромӯш накунед. хоб, бародарҷон, эфир даем ки эфирро сар кардем. маъзарати зиёд. як лаҳза дӯстон. маъзарати зиёд эфир даем. баъд аз эфир гӯш мекунам овозро, баъдан боз ҷавобто мегардонам. хоб, хоб, улуғбек Шӯҳратов, ассалому алайкум. Дидам пешравӣ ба шумо. Саломат бошед улуғбек Шӯҳратов. ташаккур барои омадантон. хоб, ки бошад? меравем суроғи китоб. хоб, дарси гузашта дар бораи ҷонишиниҳои соҳибӣ буд. яъне ба забони англисӣ бигем ки possessive adjectives буд. хоб, имрӯз як каме тамрин кор мекунем ва мавзӯи possessive apostrophe s-ро мегирем, яъне эси милкият. дар забони тоҷикӣ мешавад онро эси милкият тарҷума кард. як лаҳза. хоб, инҷоро гирифтем, инҷоро ҳам гирифтем. хоб, дар инҷо расидем. хоб, як лаҳза қалам бигирем. Simple Man, салому алайк, чорум лайк. Ва алайкум салом. Ташаккур барои лайк ва омадантон. хуш омадед Simple Man. хоб, Simple Man омода ҳастен? оғоз мекунем ё каме дига бестем? як 7 нафар шуд. агар мегӯем оғоз кунем, шуруъ кунем.
سیمپلمن خوش باشین، شما نیز خوش و سربلند باشین. خب کی باشد؟ لازم کامنت ها از این پاره کنیم که قدر ساز دیار نیست در اینجا. خب رفتیم که جا میریم بس روی درس. Read and write one word. Read and write one word. نگاه بخوان و یک کلمه بنویس. یک کلمه بنویس. جونیک شایف سلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدین جونیک شایف. سیمپل من خطان میدونیم استاد خیلی خیلی محبوب تره. خب سرش کنیم بهتر میشود چون که تمرین کار کردن موضوع را اساسی چه گرفتگیم درسی گذشته تمرین کار میکنیم با هم و انشالله که جونیک شایف هم نیز همینجا هست. همه کسا میریم استاد به پیش. خب در اینجا میگه Hi, I'm Zoe. سلام من زوی هستم. I'm in class 7. من در صنف هفتم هستم. This is our classroom. این صنف خانه ما هست. It's very nice and it's very nice. و خیلی خوب است. خب nice بعضی وقت به معنای زیبا هم میاد خوش یعنی و خیلی خوش است خوب است زیبا هست. And this is our class teacher. میگه و این معلمی صنفی ما هست. یعنی مثلا در مکتب نگاه کنیم مکتب معلم است سرد معلمی اساسی بگیم روسیو دیدم نمونده چی میگفتن در مکتب اگر اون کس دونه بنویسه خیلی خوب میشود. یعنی مثلا داریم معلم فیزیک معلم ادبیات معلمی مثلا که زبان معلم دیگر اما باز یک معلم دیگه داریم که معلم اساسی مون است. یعنی دیگه کی هست؟ چی میگفتن این معلم رو؟ راهبر صنف میگفتن. با فکر راهبر صنف میگفتن خیلی نه؟ خب سیمپل من راهبر صنف بله. انا همین رو در زبان انگلیسی یعنی this is our class teacher یعنی به معنای همون راهبر صنف است. سید بای سلام علیکم. و علیکم سلام. سید بای خوش آمدین. به معنای یک معلمی اساسی است معلمی صنفی است. مثلا اگر اهمیت داده باشید در کتابو مثلا my math class مثلا my math class صنفی ماتماتیک مثلا صنفی زبان صنف دیگرش میاره و در اینجا کلاس که گفت همون با تاجیکی راهبر صنفی را معنی میدهد. خب میرویم فکر میکنم اکران خیلی خوب نمایان است. در جای رقم 2 چی می نویسیم؟ خب and this is our class teacher. این معلمی ما هست یا که رهبر صنفی ما است. اما در جای رقم 2 چی می نویسیم؟ نقطه name is Mrs. Brown. نام است خانم براون. خب جونیک شایف چیزی نوشتین کول کرده ندیدم بخشش. Sad boy glad to see you. Thank you so much sad boy. Simple man here. جونیک شایف his. خب جونیک شایف here می شود به خاطر چی؟ برای که در این نگاه کنیم میسیز براون آمد. میسیز براون یعنی خانم براون. خانم کشید علاقه جانشینی صاحبی زنانه می آید جنسی زنانه مثلا این خیلی her name is Mrs. Brown. نام وی خانم براون است. We've در اصل we have است we've got and our teacher و ما معلمی چی داریم؟ صنعت داریم معلمی فنی صنعت. to همچنین نیز به معنای همین است. خب سید بای پراویل نه رسول لطیپوف سلام علیکم. و علیکم السلام. سید بای هر ژنسکوی رود بله جونیک شایف اوکی. خب در اینجا یکون کس خفه نمیشیم. اینجا فقط از همدیگر می‌آموزیم یعنی که
аз ҳамдигар меомӯзем. Яъне ҳамамон донишомӯз ҳастем. Яъне фикр накунед ки мо муаллим ҳастем, шумо масалан аз мо кам медонем ки поён не. Ҳама дар як сатҳ қарор додем, оҳиста-оҳиста ба кӯмаки ҳамдигар пеш мерем. Шояд ҷое мешавад ки ман хато мекунам, шумо моро ислоҳ кунед, шояд ҷое мешавад ки шумо хато мекунед, мо шуморо ислоҳ мекунем. Дар натиҷа ҳамамон бурд мекунем, яъне ки фоида мекунем. Хоб, дар ҷои сеюм чӣ менависем? Ҷоник Шоев his. Хоб, his name is Mr. Shaw. Бале ки Ҷоник Шоев дуруст навиштен, his меояд. Шаълои Наҷмӣ, апай Шаъло буда, инам мемонам, дар сообщества нав дидам. Ташаккури зиёд. Апай Шаъло, хеле миннатдор ҳастем. Сарбаланд бошен, тансиҳати хонаобод бошен. Ташаккур барои дастгириятон. Хоб, simple man his, бале his мешавад. Sad boy хеле пешрафтагин устод. Не ҳагиҷо барои барномаҳо бигӯен, ҳо бале барномаҳоро бо ба шакли дигар кардастем. Хай технологияам пешрафтестай. Ба қатори технология мерем дака. Вале his мешавад дар инҷо. Хоб, аввали ҷумла аст, бо ҳарфи калон меояд. His name is Mr. Shaw. Хоб, these are, хоб дар ҷои нуқтаҳо рақами 14 чӣ мемонем? Ҷоник Шоев, his name is Mr. Shaw. Бале дуруст. Ташаккури зиёд апай Шаъло. Хатотон омадааст дар инҷа. баъди эфир иншоалло мехонем, бо ҷавобтон метем. Сарбаланд бошен. апай Шаъло зур маладес. Ташаккури зиёд. бо дастгирии шумо, яъне бо дастгирии калимаҳои ташвиқии шумо, яъне кӯшиш кардем ки як саҳми худмона дар ҷомеа бирасонем, дар ҳам сину солҳои худмон, дар ҷавонҳо, дар наврасо кӯшиш мекунем ки бирасонем. Хоб, Расул Латипов give me the key. I can't Rasul Latipov, simple man our. Хоб, all classmates. These are all classmates. Бале дар инҷо our мешавад. Our classmates. This is Nikki and this is Diana. They are sisters. This is, хоб, дар рақами 5 меояд. Апай Шаъло, барори кор саломат бошен. Ташаккур апаҷон. Ҷоник Шоев, our, бале дуруст навиштем. Sad boy, when we can see you, the lesson is very interesting for us. Thank you so much, sad boy. Thank you. خب дар ҷои панҷум чӣ менависем? Бале барои дидан гуфтем. Диданам як нақши муҳима бозӣ мекунад. Вақте ки лабҳо меҷунбанд, одами навомӯз бошад, мегӯяд овр чӣ хел талаффуз мешавад, ки класс чӣ хел талаффуз мешавад, класс. Аммо вақте ки лабҳо меҷунбанд, ё ки шахсият худаш намоён ҳастай, ин боз хеле ҷолиб мешавад. чӣ хеле шумо зикр кардем, интересting. Барои навомӯз хеле муҳим аст, фикр мекунам. ин барои худнамоӣ нест ё худнишондиҳӣ нест. хуб дигар чӣ хеле гуфтем, техника, технология ки пеш меравад, мо ҳам мехоҳем ки ба чӣ мегӯям, баробари замона мо ҳам мехоҳем ки кӯшиш кунем ки дар қатори замона бошем. хоб, Расул Латипов ғамгин шидем. Ғамгин нашен дӯсти гиромӣ, чунки рости калид додан шавак он қадар нағз намебинам. дар кадоме ки набошем, ҳатман дар ахири эфир дастгириш мекунем, каналаша муаррифӣ мекунем иншоалло. Хоб, sad boy, my, Ҷоник Шоев, my. Хоб, панҷум, this is my pet iguana, it's green and brown. Бале дар ин панҷум my мешавад. Хоб, my. дар ҷои шашум чӣ мешавад? Good job, Ҷоник Шоев and sad boy. Хоб, this is my pet. барои навомӯзо тарҷима кунем, касоне ки баъдан видеоро тамошо мекунанд, навёдгиро. This is my pet iguana. Pet гуфта ҳайвони хонагиро мегӯянд. ба мисли пишак, саг, масалан гурба, инҳоро pet мегӯянд, ҳайвонҳои хонагӣ. خب اینجا میگه که this is my pet iguana. این حیوان خانگی من ایگوانا است. ایگوانا در اول کتاب گذاشته بودیم سوسمار میشود. سوسمار یعنی
چه که در راست میبینیم یک شکلی قریب به شکل کلاسک مانند است اما کلاس نیست، یعنی یک نامش ایگوانا اگر در فرهنگو ببینید سوسمار ترجمه شده است. خب جونیک شویف ایت نوشتن، خب سد بوی هیز نوشتن. در اینجا this is my pet iguana, it's green and brown. خب در اینجا ایت می آید که جونیک شویف ایت نوشتن ایت می آید، سد بوی هیز نوشتن ایت می آید. ایت جانشین صاحبی ایت این خیلی نوشته می شود. جانشین صاحبی ایت. رسول لطیفوف this is my second channel, subscribe. Okay. The end of my lesson I will subscribe your channel. Okay. جانیک شویف ایت name is نه is نمیشود. مثلا نگاه کنید جانشین های صاحبی که در درس گذشته گرفته بودیم برای حیوان ها، مثلا ایت اگر بگیم که مثلا این توتی است مثلا یا که این ایگوانا است، میگیم که it is iguana. It is iguana. اما در اینجا ما باید بگیم که نامی وای چخیلی ما میگیم که my name is, your name is, his name is, her name is, its name. انا در اینجا برای حیوان its استفاده میکنیم. its name این اینجا نمایان است در اکران its name، ولی موشک نمایان بوده است its میشود. خب its. خب رسول لطیف اوکی. جونیک شویف ایتس، سیمپلمن ایتس. ولی که سیمپلمن درست نوشتن اما جونیک شویف ایتس بدون اپوستروف میاد، یعنی خیلی که اپوستروف نوشتن اپوستروف نمیاد. خب یعنی وقتی که اپوستروف آمد معنای چی را دارد؟ ورب تو بی را دارد. مثلا میگیم که ایتس مای سل فون یعنی تلفن من. در اینجا ایتس آمد با چی است؟ اپوستروف است. اما وقتی گفتیم که its name سامسونگ، نامی وای سامسونگ است، یعنی مقصد نام شرکت یعنی تلفن سامسونگ است. its name سامسونگ. در اینجا ما نامش در نظر داریم، باز هم ایتس میاریم، یعنی در دو حالت ایتس آوردیم اما ایتس اولنگی اپوستروف دارد یعنی it is است، اما ایتس دویمگی اپوستروف ندارد، در یک جایی نوشته می شود its name its. اما در تلفظ هر دو یک است، فقط در نوشت فرق میکند. said boy I forgot is animal. It's animal. Okay, no problem. سهراب وطنف سلام علیکم و علیکم سلام. سهراب وطنف خوش آمدین. said boy I think Coco a name of person. نه کوکو نامی چی است؟ نامی همین حیوان است. مثلا در اینجا درباره حیوان گپ است. خب نامی آدم اگر باشه نباشه اینش معلومات ندارم، اما در همین کتاب مثلا در همین جا نامی حیوان در نظر دارم. مثلا میگه که this is my pet iguana. این حیوان خانگی من ایگوانا است. It's green and brown. وای سبز و قهوه رنگی است. Its name is Coco. نامی وای کوکو است. در همین کتاب در همین جمله همین حیوانی که در رسم است همین را در نظر دارد. اما کوکو اگر در دیگر جا به معنای نامی آدم باشه اینش راستی معلومات ندارم. خب تا اینجا آمدیم رسیدیم. رقم 7 read then or draw and write about your friend. میگوید بخون و سپس رسم کش. draw گفته رسم کشیدن، میگن رسم بکش، خط بکش. and write about your friend و بنویس درباره دوستت. said boy sorry for my mistake. no problem said boy. خب در اینجا خب میخونیم this is my friend. این دوستی من است. his name is Dev. نامی وای Dev است. he is tall وای قد بلند است. his hair is short. موی سری وای کوتاه است یعنی کلته است. and his eyes are brown و چشمانی وای قهوه رنگی است. خب و مثل همین میگن که در اینجا چوکن هم رسم بکش هم خط بکش و هم بنویس. مثلا this is my friend. خب this is my friend سهراب یا this is my friend جونیک. he is اگر خیلی قد بلند باشین he is very tall مثلا، یا که he is tall he is short مثلا. خب در دوامش مثلا his eye
his eye مثلا چی بگیم black مثلا چشمان سیاه مثلا دارن his eyes are black مثلا خب باز چی he is a student مثلا وای دانشجو است. خب با مثل همین یک 4 جمله 5 جمله اینجا می‌نویسیم. اگر خواهشاتون شید در آینده یعنی درس آینده از که کتاب داشته باشین نویسین خیلی خوب میشه. تمرین رقم 8 play a game بازی کنین. who is it why kissed take turns نوبت به نوبت. describe a person in your class یعنی یک شخص در صنفتون وصف کنید. listen to a با a گوش کن. a مقصد که با رقم با شخص یکم گوش کن. who is it why kissed و جواب بدید. مثلا در اینجا نگاه کنیم دخترک اول میگه که hair is long موی سری وای دراز است. her eyes are brown چشمانی وای قهوه رنگی است. her shirt is white پیراهن وای یا که بگیم مایکه بگیم با زبان روسی مایکه وای چی است سفید است. her shoes are pink و پای افزال های وای پینک رنگی گلابی را میگن رنگش گلابی است. یعنی وقتی که یک بازی است وقتی که این یک نفر وقتی که یک شخص وصف میکنه باید در صنف بدگی آدم بیا که همین دختر کی را در نظر داره. بعدا این بچه میگه که is it Helen و یا وای هلن هست. بعدا در جواب میگه که yes it is یعنی این بازی یعنی در صنف میشه در نزد آدمان رو وصف میکنی و دیگر طلبه مقصد میوماش. خب said boy when I visited the lesson later because I can't understand. No problem said boy we will learn step by step. خب زیبا وطن و سلام و علیکم سلام خوش آمدین. said boy this is my teacher he is very young boy. خب this is my teacher he is very young boy. okay good job said boy زیبا وطن و چه حال دارین معلم شکری خدا خوبم تنجیم شما نازن سازن خوش آمدین. said boy he is tall and his hair is fiery. خب وای قد بلند است و مویهای وای fiery با زبان ترکی چی میشه؟ با زبان روسی با فکر میکنم سوتلی میشه اگر خطا نکنم سوتلی. خب با زبان ترکی اگر بدونین بنویسین هم ما استفاده کنیم هم باز دیگرایی که بعدا افیدا تماشا میکنن میبینن یا کسانی که در اینجا هستن باز میبینن استفاده میکنن. said boy ترجمه فیری نیست اینجا fairly است. ما کامنتر رو از تلفن خوندستم بنابراین مایده نوشته. زیبا وطن و خوش باشد خدا رو شکر ساز. زیبا وطن و رنگا چی نمیشه colorly رنگ colorly رنگا میگه یه بار بینیمش اگر وقتتون باشه بینیمش اگر بگه که نه درس مهمه درس بریم. خب اون کس از بین یمین 5 نفره 6 نفره اون کس ترجمهش کنه میده بیاره یا سید باید خودشون انشالله می‌نویسن شوزی fairly ترجمهش بنویسن که سید بای. خب میگذاریم در قسمتی خب یک موضوع دیگر در اینجا آغاز کنیم نکنیم چی میگین دوستانی عزیز. یک صحیفه دو صحیفه از یک موضوع نو سر می شود. 2 صحیفه است اما افیر کنیم قریب نیم ساعت شد. چی میگن شما بحثش کنیم همین قدر حاضرش یا که دوام تیم همین قدر اکتفا کنیم این کلمه را ترجمه شد بینیم و وظیفه خانگی را پرسیم خچم فکر میکنیم خیلی میشه یا که نه. خب سخن شما ده اگر بگن که دوام تیم دوام تیم اگر بگن که بس است این روزشه. خب زیبا وطن میگم بینن یه بار. خب میبینیم وزیر He is tall and his hair is fairly. He is tall
and his hair is fairly. توجیه کردی او قد بلند و موی سرش عادلانه است. عادلانه ترجمه نادرست است در اینجا. خب شیخ گوگل ترجمه نادرست کرد. او قد بلند دارد و موی های او کاملا مناسب است. اینجا هم فکر میکنم که نادرست است. سید بای کجا شد؟ یعنی کلمه گفتگیتون он высокий и у него довольно волосы. ترجمهش درسته که سید بای همجا هستین. خب هو طویل و شعره عادل. عادل. خب قد بلند دارد و مویهای کاملا مناسب دارد. ترکی o uzun ve saçı oldukça اگه ترجمه مناسب عادلانه نه برای حالا دامن هم عادلانه برآمده است اما من فکر میکنم که در راست موی سر کلمه عادلانه رو آوردن قدر نامناسب جوش ده باز که رسم قطع میبینیم fairly چی میشود fairly نه برآورده اون چیه موی سر جنجاله رو نگفته باشم محمد یعقوب سلام علیکم سلام خوش آمدید برادر محمد جان کشایف دیدم خیلی می شود یعنی اگر به معنای خیلی بیاد یعنی و موی سری وای خیلی است در اینجا هم فکر میکنم که قدر مناسب نیست جوش نه که fairly شاید موی سر جنجاله را گویند یا موی سر چی را بگویند یعنی نه زرد است نه بگویم که چی میگم سیاه مثلا مبین خب یک لحظه خب درس امروزه را در همینجا اکتفا میکنیم به همین قدر بس است از پنگاه پازیتیو اس را میگیریم پازیتیو اس و حاضر باشد درباره کلمه فعل یک تحقیقات بریم که چی میشود باز یعنی که برای همون فایده است باز من یک فرهنگ است فرهنگ انگلیسی و تاجیکی است که ببینیم چی میشود خب fairly بوده است در قاموس fairly عادلانه بی‌طرفانه the games were judged fairly بازی ها صافدلانه داوری کرده شدند خب خوب کافی موی خوب انا این شاید که بشود ترجمه خوب شاید که طوری بگیرد مثلا his چی بود کلمه he is tall and his hair is fairly موی سری چی است و موی سری وای خوب است یا کافی است he speaks English fairly well یعنی وای
ӯ ба забони англисӣ хуб гап мезанад, тамоман, комилан. хуб хуб тарҷумаш мекунем. Fairly-ра дар инҷа метавонем дар ростои мӯй хуб тарҷума кунем. Хуб ё ин ки кофӣ, яъне мӯи сари кофӣ дорад. Масалан баъзе ибораҳода мешавад ки мӯи сари вай кӯтоҳ аст, хоб мӯи сари вай дароз аст. Аммо дар инҷа агар fairly омад, мӯи сари вай кофӣ аст. Кофӣ яъне миёна аст, на дароз аст, на кӯтоҳ аст. Яъне шояд ки ба ҳамин маъно биёд аз рӯи фарҳанги устод Абдусалом Мамадназаров. хуб дӯстони гиромӣ, акнун меравем суроғи вазифаи хонагӣ. Вазифаи дирӯза чӣ буд? Ягон кас тиёр кардагӣ аст вазифара? Марҳамат, вазифара бинависен. Калимаҳои дирӯза чӣ буданд ва чӣ маъно доштанд? Марҳамат. Ягон кас тиёр накарда вазифаи хонагида чӣ? Simple man. Ҳаминҷа ҳастен simple man. Кӣ будан боз дирӯз? Вазифаи хонагӣ чӣ шуд? Тиёр бошен агар марҳамат нависен. چهار نفر نشان داده ягон кас тиёр нестад чи? Хай тиёр набоша ҳеҷ гап надорад. Ана ташаккур барои иштироктон. хоб Фарҳод теҷе. Салом ака 14 лайк. Ва алайкум салом. Хуш омадем Фарҳод теҷе. Дастархони зебо фикр кардем. Тиёр нестам ба фикрам. Ман тайёр ҳастам. Марҳамат Фарҳод теҷе, тайёр бошен нависен. хоб насаҳои ман фаромӯш кардам. Бахшиш муаллим. хоб ҳеҷ гап надорад. кӯшиш кунед дар дарсҳои оянда тайёр бошен. Яъне агар зиёд бошанд, хай бигӯем зиёдтар, камтарш кунем. Ака бахшиш ки ман имрӯз дер кардам. Ҳеҷ гап надорад Фарҳодҷон. хуш омаден. Марҳамат агар тайёр бошен нависен.
خب دسترخوان زیبا پنجتایی کنید سوالا را. خب درسی که داشتم فرهاد تجه گفتن 4 تا بسه. خب شما 5 تا گفتین. خب اینجا ایسالا هم یک حرفی میگیریم. چی گفتین؟ هم یک حرف چند کلمه داشته باشه. خب بعضی وقت 3 تا داره، بعضی وقت 4 تا، بعضی وقت 5 تا، بعضی وقت 6 تا. از این پس یک حرفی میگیریم. میشه؟ Sad boy تیلورنگ. فهمم. تیلورنگ میشه اصلا ما اینجا گفتیم نگفتیم. فقط یک ترجمه چی گفتیم از کتاب استاد عبدالسلام محمد نظرов همین ترجمه را گفتیم. عادلانه، بی‌طرفانه، خوب، کافی، تماما، کاملا به همین معنا میاد در این فرهنگ. خب اصلا در اینجا fairly یعنی صفت است، لی آمده است، صفت می شود. کلمه fair اخته شد تا ببینیم اگر fair نمایشگاه بازار. خب دیگه معناش fair زیبا، دلپسند، خوب، کافی، متوسط، میانه، نسبتا خوب. خب در این fair به معنای چی هم می آمده است؟ یعنی زیبا، خوب، کافی می آمده. به معنای اسم هم می آمده است، هم به معنای صفت هم می آمده است. خب این چیزی که شما گفتین یعنی تیلورنگ بود. با فیلم تیلورنگ با این چیزا می آمده است. خب فرهاد تجه مورچه اینی گفتین یک بار دیگه نظر بگذارونین. اینی مورچه نمی شود. خب تا که در افیرها غلط ثبت نشود و همون خاطر فرهاد تجه اند. بله اند مورچه می شود. اند مرحمت سید بو شما دیروز بدین نبدین وظیفه خانگی چه خیلی شما ده تیورسته نسته. اند مورچه. خب دویم کلمه خب اند مورچه دوامش سید باید دا دینا بدن وظیفه خانگی چی خیلی تیار هستین. خب من کلمه رو نشون میدم شما ترجمهش رو بنویسین. الان اگر خیلی وقتتون هم باشه که هر یک کلمه رو بنویسین. اند مورچه نوشته نه. آرت صنعت نوشته صنعت. خب ایرپورت فرهاد تجه ایرپورت فرودگاه. بله فیو. سلام علیکم معلم همسینفون سوزن. سلامتی خوبه معلم من همینجا گوش کرده ششتم. و علیکم السلام. تشکر زیاد فیو. شکر خدا خوبیم تنجم شما نغزین سوزن خوش آمدین. تشکر برای آمدنتون. خب سید باید تیلورنگ فهمو فیرلی значит تیلورنگ میشد است. خب ایرپورت نوشتین فرودگاه. اسماعیل توجیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین اسماعیل توجیک. خیلی شکرانه خداوند سازیم. اسماعیل توجیک سابشست کردم. تشکر زیاد اسماعیل توجیک. رحمت مینت داریم. سربلند باشین.
فرهاد جی سلام اپای فیو. اسماعیل توجیک نکی ما ناو آمدگیم. خب ناو آمده باشین، خوش آمدین. درس‌های زبان انگلیسی داریم هر روز ساعت 8 به وقت مسکو. خوش آمدین. سلام اپای دسترخوان زیبا. خب فرهاد تجی امریکا. خب دیگران این کلمه ها بودن وظیفه خانگی کسانی که نو اومدگن. اینها وظیفه خانگیان پرسیدستیم و هر روز وظیفه خانگی میتیم یک چند کلمه. خب اسماعیل توجیک درس های پیشینه یا بگیم درس های پیشینه را از کانال دنیای زبان ها، از همین کانال، این کانال ابونه شوین. از همین کانال میتونین که درس ها را یابین. پلیلیست ها بدروین، در پلیلیست همه درس ها موندگی هن. یعنی مثلا زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 2 دویم و زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1، زبان انگلیسی از کتاب اینترو. خب باز افیرها از کتاب نیو گرامر انگلیسی برای نو آموزان. کسی اگر از صفر شروع کردنی باشه انگلیسی برای نو آموزان. خب و مثل همین. اما اگر کسی خوانده و نوشته میتونه کم بیش میتونه میدونه انگلیسی را. خب ما هر روز افیر داریم ساعت 8. میتونین که از اینجا پیدا کنین ویدیو را یا که اشتراک کنین. خب اگر وقتتون نباشه میتونین تکرارا تماشا کنین. همینجا همه ویدیوها هستن. در این کانال غالبا درس‌های انگلیسی، روسی، ترکی رفته است. فرهاد جی امریکا. دلشاد جان السلام علیکم. و علیکم السلام دلشاد جان، خوش آمدین. تشکر برای اومدنتون. دسترخوان و علیکم السلام. اسماعیل توجیک جواب نمیدهد. اسماعیل توجیک آواز نرفت. جواب دادیم کو. اگر آواز نرفته است باشه خبر ممکنین. آواز هست به فکرم اینجا من سنجیدم. آواز هست ای. خب دسترخوان زیبا. سلام اپاجان فیو، چه حال دارید اپاجان؟ عشق حاضرت دروغه. سلام علیکم، ساز خوب هستین انشاءالله همتون. و علیکم سلام، شکر خدا خوبیم تنجیم. شما نغزین تنجین عشق حاضره فیو علیکم بر سلام. دسترخوان زیبا، شکرانه خداوند سازین. شما سازین. فرهاد تجی رحمت اپای فیو برای اینکه در هر افیرام میپرسین خواهی سازی نیسته. خواهی سازی نیسته اینه که با کارا میرماند. دلشاد جان خوش باشید. سید باینه دسترخوان زیبا، خدا را شکر. ساز فرجان فیو عشقی حاضره آواز خوب اومده است. بهترین. اسماعیل توجیک شده مکه. خب عشق حاضره، شکر خدا رحمت استاد سلامت باشین. سید بوی مرچه. خب انت یعنی مرچه ها. بله فیو انشالله ساز میشود. فرهاد قدر قوت دل سالیه طوری سر است. خدا شفای کامل زیاد خداتون آمین. خب فیو مود آواز سازه بهترین سهراب و تنف ادمین برات لایک ماندم. بیا یک لایک من افیری مدام مایلش انشالله افیر داریم. حاضر نمیم.
سهراب با طرف اینجا کدومیش شما اگر هم اینجا باشین اینجا چند تا سهراب با طرف برابر همی باشین خب این هم آبونه میشیم و هم لایک موندیم همینجا هستین خب سلامت باشین تشکر زیاد برادر عزیز خب کی باشد سیمپلمن ما دیر کردم نه خب هیچ گرم نداره یا بردگاه سر میکشویمش سوال جوابه فرهاد چرا آخری وظیفه خود نگیره فرهاد رحمت اسماعیل تاجیک ای گپ نیست الله خدا شما را و اهل بیتتون را در حفظ خودش نگاه داره بهترین کار دارید صفتان رو الله زیاد کنه سلامت باشین دلشو جون سلام اپای فریزه چی حال دارید نفر جون پرلیوبوف سلام و علیکم سلام خوش آمدین پرلیوبوف اسماعیل تاجیک چی خدمت کنیم علیم هیچ سلامت باشین همین آمدین خودش خدمت های تشکر زیاد پرلیوبوف همه کسی سوزن شکری خدا خوبیم تنجیم سید بای شما چی کاره برادرو کی را در نظر دارین سید بای پرلیوبوف برادرو همین کانال ما را دستگیری کنین خب کسی که عاشق هستن و دوست دارن که کانال پرلیوبوف را دستگیری کنن مرحمت بدارن فیو علیک بارسلام دلشو جون شکرانه خداوند سوزین شما سوزین دینا نبوده خب دوستان گرامی در وظیفه خانگی قرار داشتیم سیمپل من همینجا هستین بنویسین and art چی می شود and art چی می شود پرلیوبوف пожалуйста فیو دلشو جون دیگه هر روز بیو اقا ای تنیما جواب میتی سوزه خب کسانی که همینجا هستن and و art رو ترجمه شو نویسن and و art رو simple man مورچه و صنعت بهترین دلشو جون رحمت اپای فریزه دیگه کار داشته بودن خب airport کلمه airport رو نویسین همتون airport پرلیوبوف اکا کلوچ تید برادر راستی کلوچ داده نمیشه که در افیر ما معذرت میخواییم خب شو N1 ایرپورت با توجیکی ایرپورت با توجیکی خب افای فرزه اگر وقت بیابان میام مایلی خب عشقی وزیر فرودگاه بله فرودگاه میشود خب سید باید مورچه نویسین صنعت نویسین تشکر فرهوت سیوم ایرپورت فرودگاه بله خب سیمپلمن اگر برای عاشقی باشه پرلیوبوف بخشش معاونه نمیشه سیمپلمن فرودگاه بله تشکر پرلیوبوف هیچ گپ ندارد خب کلمه چهارم امریکا ای ترجمهش بسیار قینه بسیار قینه احتیاط کنین در ترجمه که خطا نکنین سید بای فرودگاه بله تشکر زیاد اسماعیل تاجیک نیکی معلم ما вообще بомбаем کی اسماعیل تاجیک همون پلیلیستی که نشون دادم که در چی بدرین چیز در کانال ما در بدرین در کانال ما در پلیلیستی انگلیسی برای کجا شد انگلیسی برای نو آموزان اینجا بدرین در همینجا چی هست انگلیسی برای کسانی که نو یاد میگیرن
همینجا سر میکنن، یعنی ای حرفو سر میکنن. عزیز H K به مثل همینو. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوم است از الفبای زبان انگلیسی حرف A. Apple سه خب اینجا فرهاد تجه نوشتن امریکا باله دسترخوان دیگه فرودگاه شو N1 اروپا. معذرت زیاد امریکا باله هیچی نمیدونم. خب نشون دادم سیمپلمن امریکا باله امریکن امریکایی باله دسترخوان با امریکا. اسماعیل توجی گپ نیسته. اسماعیل توجی حضور رحمت سلامت باشین. فیو دلشجون وقت یافتی اشتراک کن. خب امریکا رو ترجمه کرده نه امریکا. خب book کتی boy هر دوشم نویسین book boy. خب دسترخوان زیبا کتاب باله بوک کتاب می شود. عشق حضور کتاب باله فرهاد جک بوک کتاب باله دسترخوان زیبا پسر باله بوی یعنی پسر بچه. خب شو ان کتاب باله سید بوی کتاب پسر باله عشق حضور بچه دویمش باله سیمپل من پسر باله. box جونی شریف قطی باله سر بای کتاب باله فرهاد جای بای پسر بچه باله درست. سر بای پسر باله سیمپل مین قطی باله درست. باکس قطی می شود. دسترخوان زیرا باکس نوشتن قطی می شود قطی باکس قطی شو این باله معلوم دختر من میگم بوک چی می شود میگه کنیگه. بله کنیگه می شود کنیگه کتاب. فرهاد جای باکس قطی سر بای قطی دسترخوان زیرا قطی باله. چهارم براون از کلمه بی کلمه چهارم براون خب براون قهوه جونگ شویب ابرو نوشتین. ابرو با فیلم دیگه خیلی نوشته میشید. براون قهوه رنگ میشود یعنی قهوه رنگی رنگی قهوه رنگی مثلا. خب بلو کلمه بلو blue خب کبود جونگ شویب کبود سیمپل من کبود دسترخوان زیب کبود سید بوی ابرو
eyebrow میشود. eyebrow. تشکر سید بوی. فرمود جی بلو کبود، شاون کبود، سید بوی کبود، فیو کبود. بله. خب بارد چی می شود؟ بارد. معلم خیریت که بلو را می دونست. انشالله استاستا یاد میگیریم. استاستا انشالله که یاد میگیریم. خب بارد سرحد، تخته. جایی که شاید سرحد نوشتین سیمپلمنت تخته. بله تخته می شود. تخته صنف هم به نظر دارن. تخته سید بوی تخته. بله بارد تخته. فرمود جی بارد تخته. بله سید بوی تخته. بله. خب بی دستر خونزی با تخته. جانی که شوی فهمو فیو معلم رنگی کودکا خرسند شدن. ولی وقتی یک انسان وقتی یک چیز را میدونه خیلی خرسند میشه. بی سیمپلمنت زنبور. دستر خونزی با زنبور. جانی که شوی زنبور. فرهاد تیجل زنبور. بله. در سرخوان زیبا شما گفتین فراموش کردیم، نه که همش جواب دادیم قریب. فرهاد تیجه زنبور، بی زنبور، فیو زنبور. این فیو عملکه یاد گرفتین انگلیسی را. جواب دادیم زنبور. بله. خب در اینجا وظیفه خانگی تمام شد. یک لحظه از اول با نشان دادیم کلمه را. خب انت مرچه، آرت صنعت، ایرپورت فرودگاه، امریکا. حرف بی بوک کتاب، بوی پسر بچه، باکس قوطی، براون قهوه رنگ، بلو کبود، بورد تخته، بی زنبور. خب اکنون میگذاریم در حرف A B C در حرف C میگذاریم. حرف C وظیفه خانگی. خب حرف C نویسین cat تاجیک کوک صفیه. سلام 19 لایک. تشکر زیاد اپای صفیه، خوش آمدین. نو دیدم راستی کامنت را. نو اندینگ خب ترجمه شنه ننویسین. وظیفه خانگی برای پگه وظیفه خانگی میکوین، معناش میکوین، از یاد میکنین و میپرسونتون. ننویسین. وظیفه خانگی. سد بای کلار. ننویسین. خوش باشین، موفقیت به همتون خوانم. سلامت باشین. خب یکم کلمه cat. دویوم color. معنیش نمیاوین، از یاد میکنین و میپرسونتون. پگو فرمود جی اوکی I'm understood. اوکی I understood میشه نه؟ I understood دو تا میاد. خب اون کس بیکار باشه بنویسش. فیو انا معلم نو کم فهمیدستم. بهترین. خیلی خوشحال هستین که فهمیدستین. کلمه سیوم chair. کلمه سیوم chair. کلمه چهارم cup. وظیفه خانگی یعنی کلمه ها cup. خب رسوی میکرسیم اپای صفیه. سیمپلمنت
understand. Understand زمانی حاضره یا یعنی I understand من فهمیدم. اما اگر بگیم که من فهمیدم در زمانی گذشته I understood. I understood یعنی کس بکار باشه بنویسش. خب set boy نه کی نوشتنش set boy نوشتن understood برای زمان گذشته. یعنی اگر از من بگم که من فهمیدم I understand. I understand. اما بگم که من فهمیدم I understood میگم. خب فرموت جه I understood نه دیگه ام نمیاریم فرموت جه I understood میاریم. رسیم کرسیم پای صفحه گرفته باید. خب کپ رو نوشتیم ها کپ رفت پنجم کلمه car. خب رسیم میکرسیم سلام استاد سازیم و علیکم سلام خوش آمدین. رسیم میکرسیم شکر خدا خوبیم تنجینش منازن سازین تاجیک کوک صافیه رسیم لبای جون نمرو تگیر انشالله. خب رسیم میکرسیم 20 لایک تشکر زیاد برای لایک. آوارای 9 کیلومتر ادمین دوست شدم شمارم شوین انشالله نصیب. تشکر زیاد برای دوست شدن. رسول لطیفوف hi everyone hello. خب پنجم کلمه رو نوشتیم روی کردیم. ششم بودست اینجا شش هفتم بودست copy. خب پنج شش آخران کلمه capital. خب الان این 7 کلمه وظیفه خانگی. خب ای حرفی سی مقصد 8 تا بس اینجا معذرت زیاد دوستان گرامی. خب cat 8 کلمه. خب رسیم میکرسیم مایلش ادالت کنم شه نباشه. خب set boy I'm ما هستم میشه من فهمیدم من فهمیدم I'm نمی‌نویسیم بله. خب تشکر زیاد set boy برای کمکتان. رسولت فرستیم ساز خوبه تاجیک کوک صافیه خودم ادالت کردم نمره را به تشویش. خب دوستان گرامی در همینجا درسی امروزه به پایان رسید. خب یگان توصیه پیشنهاد یگان چی گفتنی باشین مرحمت بفرمایین. اگر نباشه خب به همین قدر اکتفا میکنیم. باز فردا ساعت 8 منتظرتونیم. تشکر برای اشتراکتان. از همه‌تان منتدار هستیم و کسانی که آبونه نشده‌اند میتونن آبونه شوند. خفه نیستیم. خب و تشکر برای اشتراکتان برای تماشای این افیر. خب جانک شف شکر خدا یارا همشه میدونم بهترین بدونین پگاه میپرسیم انشالله. رسیم کرسیم رسول برات سوزی رسیم کرسیم رحمت در اپر set boy بریدن. خب پگاه انشالله میپرسیم set boy سورا وطنف مرحمت افیری من بیین. مرحمت کسی اگر افیری سورا وطنف رفتنی باشه ما افیری از قطع میکنیم. یا ماماتریخ سنیاوی سلام علیکم با همه ایجا بیوین خلال رسانیم چی؟ ماماتریخ سنیاوی سلام علیکم و علیکم سلام با همه ایجا بیوین خلال رسانین دخترو با همه ایجا بیوین خلال رسانین نه ایش که خلال نرسان در پای. یا ماماتریخ سنیاوی سورا وطن ادمین یک اعلان کن افیری من نو گفتم کسانی که با افیری سورا وطن رفتنی باشن مرحمت افیرشون رفتسته دستگیری کنن. set boy کات برید set boy پکا. خب مادر سمیه السلام علیکم خلق او ایسا آمدین چی؟ و علیکم سلام مادر سمیه خوش آمدین. رسول لطیف فرستویم همین روز
ایزون دودی چی با جونک شیب رحمت دوستان سلامت باشین. تشکر زیاد. فیو رحمت معلم سربلند باشین، کامیاب باشین. فیو رسیم کرسیم چوبا دستر خون زیبا سیلکه موندن. فیو با همه شبای رحمانی سلامت باشین. باش ما شب خوش. سهراب وطنوف یک دستگیری کنین. افیری مورا سهراب وطنوف در یوتیوب زنین میبروید. رحمت ادمین برادر سلامت باشین. تشکر با شما نیز که آمدین. مادر سمیه فیو دگونه سلام سازی خوبی فرزندات سازن. خب یا اتراک سنوی 22 لایک تشکر زیاد. ابو مسلم تیجه سلام با همه سازین خوبین همه کسا و علیکم سلام شکری خدا خوبین تنجین شما سازین نغزین. رسول لطیف رسویم در کانال نمیت گفتی افسانه گفتی استی چی و ابو مسلم تیجه دیوانه سازی خوبی کداکو سازی چی ها داری کیرا گفتی سن. خب کسی را پرسیست باشه ابو مسلم جوابش بتین. رسویم میکراسیم عقیده بیزیر داشته بسری زن دست باید نبرداری. فیو شکرانه خداوند سازیم. مادر سمیه مکتب استاد صدیق رفته و آمده گشتیم. جانب شوی استاد مینوتی درس را زیاد کنید نو شوق شدسته. قریب نیم ساعتی بود اینجا خیلی یک ساعتیش میکنیم با همون وظیفه خانگی و همش خطی هم یک ساعت میشه و فکرم که هم یک ساعت کفایگی میکنه نمیخینه. خب ابو مسلم تجه 23 لایک تشکر برای لایکتون. بسر خون زیبا دخترات دارین ویدیوی نوما تماشا کنین. دخترات بسر خون زیبا گفتیسن. دنیا ورلد چاو hello دنیا ورلد how are you are you okay. خب مادر سمیه آچه ابو مسلم شکر سازیم و رحمت شما سازیم خوبین چی حال دارین. رسوی میکرسیم دنیا برا زنده ای ابو مسلم تیجه رحمت دگانه ما هم سازیم. رسول لطیف رسوی من عقیده بیزیر داشتم. خب خواهش میکنیم وقتی در افیر ما جنگ جواب نشود که ما قدر همین بحث جنگ جواب نغز نبینیم. بچه ابو مسلم خدا سال باشه. خب دنیا world everyone are okay inshallah. everyone is نمیشود که دنیا world simple man همینجا هستین. simple man و sad boy همینجا باشین. اگر everyone is okay نمیشود چون که everyone یعنی کلمه مفرد است شماره مفرد است. باید اگر r بیاریم همه را در نظر داشته باشیم everyone's میشود. چه میشود کوی اون کس معلوماتی چقدر داره. everyone is okay شاید ایخی شود. خب فیو در سرخون زیبا امشب در تلفن خودم و دخترم پلیلیستو نمیمونم. خب دنیا world I am fine thanks teacher you're welcome دنیا world. رسوی میکرسیم نخود جنگ شود. خواهش میکنیم جنگ نشود که در بعض افیرو میدریم جنگ جنجال برتزه و هم خودت میترسیم. ابو مسلم تیجه شما هم همچنین دیگانه جان دستر خون زیبا رحمت اپا جان خیلی میندارم. خداوند از شما راضی باشد اپا جان. اگر یکم خدمت باشد من دستگیری کنم اپا جان بهترین. معلم همین سوال و جواب سوال جوابی در روزهای یکشنبه در نظر دارین یا کمی همین روز کندگی در نظر دارین؟ دنیا world teacher you look very young. thank you so much. دنیا world compliment زور. خب همینجا دوستان عزیز افیره قطع کنیم چی میگن؟ یعنی وقتای شما را میگیم نگیریم اگر نه برای ما اشکالی نداره ما تا سهر صحبت کردن میگیریم و خیلی در بین بلاگرها مشهوره یعنی مینوت آمدن میگیریم وگر نه
وقتی شما را میگم نگیریم. باز هم در قریب افیر پدرمون زنگ زده بود. پدرمون زنگ بزنیم که از همونش پرسون شویم. خب فیو همین روزا را بهترین همین روزا در نظر داشته باشید، از این پس هم خیلی میشود. یعنی در اخیر هر افیر سوال جواب میشه. یعنی سوال جواب به اونایی که وظیفه خانگی میتیم جوابش هم میپرسیم. یعنی امروز وظیفه خانگی دادیم، شما میتونید بنویسینشون و از خواهرمون بپرسین دخترتون و انشالله که پگه باز چیکار میکنیم میپرسینتون و جواب میتین انشالله. Dunya world, how old are you teacher? If isn't sacred, it's sacred. Okay. مادر سمیه دسترخوان زیبا این بگونه من فیو بهترین ایمانم دستگیری کردگی های. خیلی که بعدی مادر سمیه و دسترخوان زیبایی که مورم دستگیری میکنه و خیلی پلیلیست هم میمونه انشالله. خب Rasul Latif, if we fight you will have a lot of people. Yeah, Lazar. If we fight you will have a lot of people. Rasul Latif fight رو نفهمیدم. fight با کدام آن آمده از اینجا در همین جمله fight. If we fight, you will have a lot of people. اگر ما چیکار کنیم؟ همون fight رو ترجمه میکردیم. دسترخوان زیبا مادر سمیه فهمون فعل دسترخوان زیبا شما همه رو دستگیری میکنید با معلمانه همون خدمتتون. بس دسترخوان زیبا ما در شما نیستم به فکرم کامنت کنید. شما مخواجه مادر سمیه فرهادجی I'm here. Okay, thank you فرهادجی. دسترخوان زیبا رحمت فجافیو فرمودجی من وظیفه خانگی آماده کردم به پگاه بهترین. مادر سمیه دسترخوان زیبا اوکی فیو معلم دخترم قطعی خینه یک ساعت او را به تاجیکی میفهمونم با من پروسی جواب میده. من با فیو تجی فیو کی معذرت فرهاد تجی hello brother دنیا Rasul Latifov Janjol. Rasul Latifov Janjol. If we fight, you will have a lot of people. No, I don't want. I don't want. Thank you so much for support. Simple man, اگر ما جمع کنیم آدم بسیار میشود و فیلم همه خیلی میشود. نه جمع کردن نمیخواهیم، جمع جنجال نمیخواهیم. خب خب دوستان گرامی در اینجا خیرخش میکنیم. افیرم با فیلم 1 ساعت 15 دقیقه شد. تشکر با همتون برای اشتراکتان و تا درس‌های نوبتی خدا نگهدار دوستان گرامی. Don't forget to subscribe my channel. Okay? فیو با همگان شبای رحمانی سلامت باشین و شما هم شبی خوش. خب تا افیری فردا خدا نگهدار. تشکر از همتون. ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. Farhataji thank you teacher for lessons. You're welcome Farhataji. Farhataji okay. Fayu Rahmat Farhataji good night teacher. Good night for you too. Rasul Latifov okay. Simple man. خب استاد در پناه الله باشین. امروز ما را وقتی ساز نیافتیم در درس‌های شما باشیم. هیچ گپ ندارد. خب
من از دوستان گرامی برادران خواهران اپا افره قد میکنم